خب سلام بچه ها، جلسه 14 رو در خدمت شما هستم. این جلسه میخوایم یه مقدار به ابزار آماده خود رست بپردازیم که یکی از اونها فیلترینگ ها هستن. خب بریم ببینیم که فیلترینگ ها چی هستن. من برای همین بروزر باز میکنم که یه سرچی داشته باشیم. جنگو رست فریمورک فیلترهاش. ببینیم تو فیلتراش چی داره. توی فیلتراش من اینا رو قبلا مطالعه کردم، فقط تونتون از روی داکیومنت بهتون نشون میدم. چند مدل فیلترینگ داریم. یکیش جنگو فیلتر بکنده که برای استفاده کردن از اون باید جنگو فیلتر نصب باشه و باید جنگو کریسپی فرم هم نصب باشه تا بتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب، روالش به این شکله که اگر میخوایم اینو اضافه بکنیم، اول با استفاده از پیپ اینو نصب میکنیم. من اینو نگه دارم. ببینید پیپ اینستال جنگو فیلتر بله درسته، نصبه. و بعد از اینکه اینو نصب کردیم میاد میگه که بعد به ویومون این خط کد رو اضافه بکنیم. من اینو الان انجام میدم، این خط کد رو میرم اضافه کنیم اینجا. خب ببینید که اضافه میکنم، نه اینو نباید الان اینجا اضافه کنم، اینو باید بیام کجا اضافه بکنم، به لیست API ویوم اضافه میکنم. اما خود جنگو فیلتر بکن رو چجوری اضافه بکنم؟ این بالا گفته ایمپورتش کنیم و ایمپورتش هم میکنم. این از این. حالا بریم کریسپی فرم رو نصب کنیم. کریسپی فرم رو هم میزنم نصب، ران میکنم سرور رو و پایینترش میبینیم که میگه تو اینستال اپ هم باید اضافه بشه و غیره، که حالا خودتون انشالله سر فرصت میخونید داکیومنتشو. بعد از اینکه کریسپی فرم رو نصب کردیم، یه فیلتر فیلدز هم باید اضافه بکنیم اینجا توی ویومون. فیلتر فیلدز رو که اضافه میکنیم بعد این تو بگیم که چه چیزاییمون میخوایم فیلتر بشن، بر چه اساس. من اینجا میزنم تایتل، کانتنت و اونر چیش، یوزر نیمش. بریم اینجا ببینیم کار میکنه یا نه. رفرش میکنم، هنوز نداریم اینجا. سایت رو باز میکنم، API. اگر دقت بکنید متافیلد میگه اونر یوزر نیم اینجوری نداریم. خب این چی داریم؟ خب اینو بردارم، رفرش، درست شد. اگه دقت بکنید این دکمه اضافه شده. من اگر که بیام اینها رو کامنت بکنم و اون برای رفرش بکنم، میبینید که دکمه میره. پس این دکمه با این دوتا میاد، این دوتا خط کدی که من اینجا اضافه میکنم. خب حالا رو دکمه کلیک میکنیم ببینیم چی داره. واه، یه پاپ آپ خوشگل داره که من اینجا میتونم عنوانم رو توش بنویسم، بگم اونی که مثلا پست داشت رو بیار. یه خب نیاورد، یه همچین چیزی هم اینجا میبینیم که برای ما گذاشته. یا خب اونی که مثلا پست 5 بود بیار. پست 5 رو نگاه میکنه، در واقع همه پست رو نگاه میکنه، اونی که پست 5 توش باشه میاره. یا اینکه مثلا اونی که محتواش یه چیز خاصی باشه، یا گردآورندش اسمش ادمین باشه. اینا تمام چیزی که ادمین ثبت کرده، یا اونی که یوزر باشه، تنها پستی که یوزر ثبت کرده. اگه دقت بکنید این بالا تایتل خالی زده و کانتنت خالیه و یوزر نیمش مساوی با یوزر باشه. ببینید اون چیزایی که ما اینجا می نویسیم در واقع به این شکل پاس داده میشه سمت رست و رست به این شکل جوابش رو به ما برمیگردونه. من این ویدیو رو تا همینجا نگه میدارم تا توی ویدیوهای بعدی به فیلترینگ های بعدی برسیم. فعلا خداحافظ.